جشنواره شما را تبریک نموده خوشحالی و سلامتی بر دوام را تمنا داریم. بگذار کامیابی در روند کشاف فعالیت سازمان خوانندگان همقدم شما باشد. به میدان پرچم سازمان خوانندگان به نام اسماعیل زمانی درآورده شود. تصویر یافته است. این پرچم رمز ظلم آسمانی بی‌غبار متحدی اعضایان و صداقت آنها را دائما حمایه می نماید. از این رو همه ما این پرچم را احترام می نماییم. دسته ها برابر حالا از جانب اعضا شوندگان سوگند تنتنوی سپاریده می شود. سرداران دسته ها برای سپاریدن گزارش آماده باشید. میکنم شکرانه از آزم و از آزاری تو. از تو من سربت نمیخواهم وطن هستی بس است. با خس و خارت برابر زندگی کردم بس است. در جمع آمد امروزه بخشیده به 23مین سالگرد روز تأسیس یابی سازمان خوانندگان آماده‌اند. گزارش داد رئیس دسته عبدالله راویشه. آزاد رفیق رئیس شورای سازمان خوانندگان مؤسسه دسته با نامی ما پهلوانی رشوا در زیر شعاری رشوا شاه ستونی دیرم با سرودی ای وطن با پیشوایت زنده باش. با چنین وقت و بقایت زنده باش. آماده اند. گزارش داد رئیس دسته گلیه و فاطمه. آزاد آزاد دسته برابر رفیق رئیس شورای سازمان خوانندگان مؤسسه دسته با نام استقلال در زیر شعاری استقلال تاجیک شکوه و نصرت و اقبال تاجیک. در جمع آمد امروزه بخشیده به 23 سالگی روز تأسیس یابی سازمان خوانندگان آماده‌اند. گزارش داد رئیس دسته ابوزاده خطیه. دسته آزاد اداره بلندی ما رفیق شوره خندی ما در جمع آمد امروزه بخشیده به 23 سالگی تأسیس یابی سازمان خوانندگان آماده‌اند. گزارش داد رئیس دسته محرم وستاره. آزاد
گشته را جمعی سوزی تاجیکستانی مرا از پریشانی نگه دار ای خدا